ما میفهم شما زیاد نگران هستین. بسیار تشکر. روی خط هستین دوست عزیز. درود آقای شفیع عیار، درستیم؟ شکر فضل خوب هستم. بفرمایید. آقای شفیع عیار، می دیوان عالی امریکا یا سپریم های کورت امریکا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی را من حیث یکی از بهترین عدالتخواه انتخاب کرده. فهم و درک خودت زیاد است یا از دادگاه عالی امریکا؟ فهم و درک قرآن بلندتر از کلگی از یا هست. خب نه، سوال من بود که فهم و درک خودت زیاد بود یا از دادگاه عالی امریکا که لقب به پیغمبر اسلام داده؟ گوش بخور. این نمیگه که خودت میزنی که دیوان عالی امریکایی کار کرده، اولی دروغ است. دروغ است. اگر حقیقت باشه باز چی؟ اگر حقیقت بود معنیش است که وام دیوان هستن. یعنی دادگاه عالی امریکا عقل جمعی تصمیم اشتباه میگیره و تصمیم خودت مغرضانه شخصی بهتر از دیوان عالی امریکا. شما میخواین همین حرف بزنین، درست؟ بیا قبول کنیم که گپ خودت درست است، اجازه بتین. حالا تو فکر کو که در امریکا اگر یک نفر دخترک 6 ساله را بگیره کل زندگی را در زندان. سوال من درباره از این نبود دوست عزیز، سوال من درباره از این بود همین دیوان عالی امریکا. تو میگی امریکا لودست نمیفهمند که محمد کیروسه کو در امریکا اگر دختر 6 ساله را یک کس آزادی کنه کل زندگی را در زندان تیر میکنه. اگر امریکایی تو میگی نمیفهمن، اینا چند تا آدم هوشیار نداره که خوانده باشه که در کتاب ما نوشته است که کفار بکشین، کلکش قطع کنین، زن کفار میتونین بگیرین، مال کفار غنیمت است برای شما، بردهوار میتونین بفروشین، کنیز بگیرین، بدون نکاح به شما حلاله. یعنی اینا را تو فکر میکنی که در امریکا کس نمیفهمن که پیغمبر اسلام بزرگترین عدالت‌خواه دنیا؟ اگر ماندلا را بگویی صحیح، اگر مارتین لوتر کینگ را بگویی صحیح، اگر جی اف کی را بگویی صحیح، محمد کتی احمد جنایت کی؟ خب غیر از که تو از کدام جای شنیدی؟ پس خودت میگی که دیوان عالی امریکا تصمیم اشتباه گرفته و تصمیم تو از دیوان عالی امریکا که بهترتر است. فهم و درک تو از دیوان عالی امریکا که بالاتر است. آنها پیغمبر نمیشناسه، تاریخچه از دور نخواسته، یک چند مش بی سواد شیشته همین تصمیم گرفته، درست؟ همین حرف میخوای بزنی به مردم؟